علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز و گرامی، در مورد سوال شما مسلمان کی را گفته میشه و مؤمن کی را گفته میشه؟ یعنی آیا بین مسلمان و مؤمن فرقی هست یا نیست؟ دوست عزیز و گرامی، بعضی از قولات بین مؤمن و مسلمان یک وجه عمومی و خصوصی هست. مقصد بعضا فرق قائل شدگی هستند. مثلا میگن که مسلمان کسی هست که تمام اوامر شرعی را، مثال از 5 وقت نماز، روزه، مثال اگر که امکان داشته باشد حج، امکان داشته باشد زکات، مثال به تقوا است، ایرا مسلمان گفته میشه، چون که احکام اسلام در او دیده میشه و از نماز و روزه و تقوا و طاعت عبادت دور بودن از منهیات شرعی. مقصد این کسی هست که در این علامات و نشانات اسلامی دیده میشه، ایرا مسلمان گفته میشه. اما این هم مسلمان است هم مؤمن است. اما مؤمن خالص کسی را گفته میشه که فقط به یک و یگانگی خداوند و بر حق بودن پیغمبرش ایمان داره، تصدیق داره و به روز قیامت، به ملائکه ها، به فرشته ها، به کتاب ها، به همش ایمان داره، و لیکن یگان عمل شرعی نداره. نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه حلال میگرده، نه حلال میخوره. هم چیزی پیش اومد شما دم کارا میکنه، لیکن مثال ایمان داره. ایرا مقصد مؤمن میگن، یعنی دارنده ایمان گفته، یعنی مطلقاً ایمان داره. لیکن دوست عزیز، خود کلمه مؤمن به معنای تصدیق کننده یا تصدیق کردن هم می شود. از کلمه مثال تصدیق کننده، تصدیق کردن می شود. همچنان که در سوره حضرت یوسف آمده است که استجبلا و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. پروردگارو معذرت، وقتی که برادر حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام آمدن با حضرت یعقوب علیه السلام گفتن که مقصد یوسف گرگ خورده است، مقصد ما هر چند اگر چیزی هم بگیم تو مؤمن نیستی، برای ما مؤمن نیستی، یعنی برای ما تصدیق کننده نیستی، گپ ما را تصدیق نمیکنی. گفته به معنای مؤمن یعنی ایمان به معنای تصدیق هم مقصد می شود. لیکن علمای کلام، یعنی که بگیم در کتاب های عقیدوی، والله اعلم، در کتاب شرح عقاید نصفی بود، والله اعلم در همین کتاب میگذره که فرق بین مسلمان و مؤمن یگان فرقیت نداره. مؤمن هم مسلمان است، مسلمان هم مؤمن است، هر دوش یک خیلی یگان فرق نداره. گفته مقصد که هر دوش یک خیلی است. یعنی امروزه هم مثال همه هر یک مقصد مؤمن هم مسلمان گفته میشد به طبق بعضی قول کتاب ها، و هر یک مسلمان هم مؤمن گفته میشود. مثال یک با بعضی قول ها یک وجه عمومی و خصوصی دارد، انمیقه فرق میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.